سلام بر چه خبر، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره با هم دیگه بریم که بدوارز بازی کنیم، اما کلیک های چپ و راست کیبوردم برعکسن. کلی قراره با هم دیگه بخندیم و کیلای خفن بگیریم و کلی هم قراره این اسکولا وایت بشیم. پس تا انتهای ویدیو ببینید، بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. اوکی، اومدیم با دست دوم. سعی میکنیم این دست رو بتونیم که وین بگیریم. خیلی چالش سختیه ولی کم کم دارم عادت میکنم. بده تو زدم وای. اوکی، کم کم دارم عادت میکنم. تونستیم همسایمون رو بزنیم و این خودش کلی پیشرفته. بریم که نریم. خودش اومد. داداش من کنترل ندارم روی واه. اصلا خیلی سخته بخوای پی وی پی کنی. اوکی، پلن عوض شد با سرد. what the fuck. ایم گرفتنم خیلی سخته چون اصلا نمیفهمی کجا رو میزنی. اوکی. ولی خب ببینید، ما باید بلاک بگیریم و الفرار. خب ما با آکوا هیچ دشمنی نداریم و نمیخوایم هم به بدش راش بدیم. ما میخوایم بریم میدل فقط. خیلی باید احتیاط بکنم. خب آقا، این شارپنس، پروتکشن و یه دونه گو خوردی گو بابات خورده. عجیبه. اوکی، اومدیم با دست سوم و امیدوارم که این دست سوم دیگه واقعا بتونیم وین بکنیم و این چالش رو ببریم. و خب بریم سراغش. گره دارم میام سراغت. البته امیدوارم که بتونم بزنمت. خب بدش که تونستم بزنم، مهم خودشه. خب و اگه من نخورم به دیوار من که گری ندیدم. اگه شما دیدین تو کامنت ها بگین. والا گری توی گیم هست ولی توی بیسش نیست. او دلغه کنه گاه بیفت. ببین از کجا رفته. خب حالا نوبتی هم که باشه نوبت رده. چه جالب. رد به نظرم نوب نمیتونه باشه. میتونه پلیر خوبی باشه ولی خب خب اوکی، بدمونو زد. خودمونم میزنه احتمالا. آره اوکی، اومدیم با دست فکر کنم چهارم و دیگه امیدوارم اینو ببریم. داداشم یلو افتاد. وای وای وای، این از بدت. داداشم لک. به به سلام. نه ببین من اصلا روی کیبوردم تسلط ندارم. خب بیا بیرون. بیا بولو ما رو میزنه الان. ای من اصلا بریم که ببین بولو این وره که داداش. بعد شد که افتادی که وای. داداش تو نمردی هنوز؟ مایل به تیم اپ بابا. گوش کن چی دارم بهتون میگم. من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. اوکی، اومدیم با دست پنجم و امیدوارم که این دست رو مثل دست قبل خراب نکنیم و توش وین بگیریم و مپش هم مپ چندان بدی نیست و میتونیم توش یعنی وین بگیریم و آره دیگه ببینیم که میشه برد یا نه. به داداشم وایت
میخوام برم بالا نمیشه. وای اصلا بخوای Stop it. Get some help. خب داداشم AFK. اوکی تونستیم بزنیمش. به به بده گری و بلو زد. اوکی خودش هم فاینال کرد. بلو دیگه کیه؟ بده منم زدم. اوکی الان باز مواظب باشم که میدونی که به فاک نرم. خب الان به نظرم بریم واسه امرالد که اوکی بلو داره میاد ولی خب ما بهش اهمیتی نمیدیم. بده بلو هم زدن. ایول بلو به نظرم یکم پرو پلیر تشریف داشت. اگه بدش رو بزنن خیلی خوب میشه که زدن. و الان مونده خودشو یکی بزنه که ترجیح میدم من نباشم، یعنی سمت من نیاد کلا. اکوا داشتم. اکوا کی رو داره میزنه؟ بلو رو فکر کنم داره میزنه نمیدونم. اوکی خودش مرد. اینطور که معلومه بلو پرو پلیره. خب و ما هم که کیبوردمون ریده دکمه هاشو عوض کردیم و به احتمال زیاد بمیریم. بیا بده آکوارم زد. اوکی اومدیم با دست بعدی و امیدوارم که دیگه این مت رو بتونیم وین بگیریم و سالشو دیگه تمومش بکنیم. Let's go. زندم چون گازی کشتم. اونو بزن. زندم چون گازی کشتم. ای بابا اسپیش 7. اوکی زندم چون گازی کشتم. بمیر. اوکی اگه نمیمرد فشار میخوردم. خب وقت اینه که به حساب گری هم برسیم و بدشو خودشو بزنیم کلا. بابا من چرا دارم بلاک میزنم وقتی نمیتونم یه دونه دکمه رو بزنم؟ واقعا فازم چیه نمیدونم. اونا شمشوراشون زندم چون گازی کشتم من. کلا علاقه خاصی به فورتنایت داری؟ زندم چون گازی گری هم کشتم من. خب نظرتون رو یه راش سجی و سنگین بدیم به گری. آکوا امیدوارم این ورا نیاد که ما بتونیم راحت راش بدیم به داداشم گری. البته اگه جلوم نه. زندم چون گازی کشتم من. بیا دیگه بیا زندم چون گازی کشتم من. بابا نکن اوه بابا نکش. آقا این داشت نموز قول چرا بلاکت میذارم؟ برو گم شو بابا. بدش امیدوارم بزنم که دیگه گنده گوزی نکنه برا ما. خودشو بعید میدونم بزنم. زندم چون گازی کشتم من. نه هیتم میخورده هیتم. سلام داداشم گری. Fuck is this؟ نکن. خیلی لاشی گری، خیلی لاشی. یعنی انتون شانست. فرار نکنی بابا من نوبم. مردی دیگه. خب بابا مردم چه شانسایی دارن. ریدم به این ایمت. زندم چون گازی کشتم من. ایول تونستیم وین بگیریم بالاخره.
خب برابط ممنون که تا اینجای ویدیو بودین. اگه از ویدیو خوشتون اومد میتونین سابسکرایب هم بکنین و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.